کلدار است. بریم بخیر. وقتی و من دیگه 2 نفر موی سپید داشته، هر دوش کل بوده. یعنی ماهی لقب این بهترین ماهی دریا آمو است. فارسی میفهمین؟ السلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر؟ خوب هستین؟ السلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر؟ خیلیت؟ خوب هستین؟ چی میکنین؟ بیل میزنین؟ بله. چی میکنین دیگه؟ ترکاری. مثلا چی؟ چی کدام ترکاری میکنین؟ بامیه. بامیه؟ پامدور. تندور؟ پامدور. او چی کدوس چی است؟ رومی. خواه. اینجا چی میگه؟ کجا است؟ کلدار است. بله. این چرا کلدار میگه؟ چرا کلدار؟ خوب نرم است جای. چرا بامیه که تو پامدور که تو اقدر. آها. زمین از خودتان است؟ یمین دنده من خریدم. هم سالم دادم. چند میتین باز برازیا؟ 200. اون نکشیدن. بامیه مزاری از زمین جمعه؟ بعد بامیه که تا مزار دنکه. خواه بسیار. بریم بخیر.
سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم سلام. حالی لامده یومین. شکر بخیر. این ماهی از این دریاست یا فرمیز؟ اینو فالو کنم. سر کلان کلان است. yok mu? Hiç. Cam taze çakmalı. Şunu mu? Onu toz et vermedi. دا هم د مزار شریف د کلدار ولسوالۍ هغه مخامخ غرونه چې ښکاري دا د تاجکستان غرونه دي. دغه تپې هم چې ښکاري دا هم د ازبکستان مربوط دي. دا سیند چې دی دا د آمو سیند دی. دا سیمه د افغانستان مزار شریف ولایت او د کلدار ولسوالۍ مربوط ساحه ده. مایان د پخولو ځای ده. د دریای آمو مای پزي په نامه ده. نو دوی دلته تازه مایان هم د سیند څخه نیسي په کنجک او په جالبندۍ او همدلته یې پخوي. شاوخوا یې کورونه نشته، دښته ده، سیند دی او یو مرزي سیمه ده د تاجکستان، افغانستان او ازبکستان. نو اوس به ورسو د مایانو خوا ته. سلام علیکم حاج صاحب. وعلیکم السلام. خوب هستین؟ شکر. چه مصروفیت دارین و این منطقه را چی میگن؟ این منطقه را کلدار میگن. این چرا کلدار؟ کلدار یک وقت دی و من دیگه دو نفر موی سپید داشته، هر دوش کل بوده. هر دوش کل بوده. نمی کلا دیگه موی سپید دم قریه بوده دیگه. از همون دیگه مشهور شده. از همون مشهور شده که کلدار نمی موی سپیداش کل بوده، کلدار مانده دیگه با نامشه. باز میگن یک نفر بود کاکل داشت، کاکلدار. کاکل داشت و کاکلدار یک 6 نفر 6 برادران بوده. یکیش کاکلدار بوده، یکیش یکی دیگه بوده. اونا قول کرده که تا پالانه جای برسیم بریم. افته هر 6 قول کرده برآمده. یکیش رفته اونجا مرده، یکیش رفته اونجا مرده، تا یک بر یکیش چیز شده نه چای خورده نه نان خورده. اونم یکیش کاکل داشته، او در یک جای مرده و زیارت شده دیگه، کاکلدار نام مونده. نام زیارت کاکلدار است. اصل نامش خوجا بوده، خوجا کاکلدار نام مونده. و این مایار از کجا میگیرین؟ از زمین دریا؟ مایار از زمین دریا میگیریم دیگه، ترکشا میگیره، ما میخرم از پیشش. خود شما نمیگیرین؟ نه خود ما نمیگیریم. اینجا ماهی پزی میکنیم، یک 50 روپیه دفعه کیلو میمانیم. اینجا مشهورترین ماهیش کدام است؟ به نام چی است؟ لقه. ماهی لقه. بله ماهی لقه، یعنی ماهی لقه، یعنی ماهی لقه. این بهترین ماهی دریای آمو است. دریای آمو است. بله. این کیلوی چند میایه یک کیلوش؟ این کیلویش تابروی خرید دیگه میپرشیم ما. بله این امیر خریدیم ما 940 950 روپیه، یک هزار 50 روپیه میپرشیم. همراه پخته کردن؟ بله همراه پخته کرده و همراه چایش. خب و دیگرایش باز چی از کدام ماهی است؟ دیگه این ماهی تیاره نام داره، از دریای آمو است. ایره میخریم 540 روپیه، 520 روپیه. ایره 700 500 میپرشیم. بله. کی میاین مشتریاتون که از این منطقه است یا از دیگه جای هم میاین؟ مشتریا مزار شریف میآید، بلخ میآید، کابل میآید، بندر میآید، از هر جای میاین. از هر جای میآید. این کاری وظیفه را که میکنیم 3 سال میشه. و این سایر اگه معلومات بتینی روبروی که دود که بالا میشه این کجا است و پشت سرش کجاست؟ این یک جنگل است، یک جنگل مشترک است، سلطان نام داره.
یک وقت یک بابا بود نامش سلطان مراد بود، اونجا پاده گاو میچراند. از افغانستان بود؟ از افغانستان بود. دم جنگل به نام دم بابا مانده دیگه. خانم گفت ما نمی‌دونیم کالا مانده در این جنگل از طرف ما و شما بود. حال دریا ایسا آمد لنگر شفیف شد دیگه از طرف ازبکستان مانده. حالا مشترک است یا جدا شده؟ حال مشترک از طرف ما و شما است، لیکن از ازبکا را چه شده فایب شده شده نباشه ما و شما هفته نه جنگل. یک وقت ما مردم نو گندم میکاریدیم. خب او پشتر که معلوم میشه او که چی است بس؟ از کدام کشور است؟ او کو را که میگن او کو کمر کو است، از کمر کو طرف تاجیکستان است تا آدم کمر کو را ازبکستان است. اینا هم خب مربوط به ازبکستان میشه؟ مربوط به ازبکستان است. اینجا یک شهرک داره ازبکستان گلبهار میگه. خب از اینجاست. بله. یعنی هر چیز دارین اینجا. گفتم هر چیز دارین اینجا. شفتالو